این مرد سفیدپوست میخواست با دستای بسته زنشو بغل کنه، اما زنش یهو از شلوارش یه تفنگ در میاره و به شکم مرد شلیک میکنه. مرد بی حال میفته روی زمین، اما زنش کاملا آرومه، چون اون میدونه یه تکتیرانداز حرفه‌ای به سمتش نشونه گرفته و باید جوری به شوهرش شلیک میکرد که تکتیرانداز کاملا قانع بشه که زن واقعا شوهرشو کشته. بعد از چند لحظه یه مأمور زن میاد تا بدن مردو ببره و مدارک و جرمو پاک کنه، اما در همین لحظه زن از فرصت استفاده میکنه و میره پشت یه درخت تا توی نقطه کور تکتیرانداز قرار بگیره. بعد خیلی سریع تفنگ مأمور رو ازش میگیره و مستقیم به سرش شلیک میکنه. تکتیرانداز صدای شلیکو میشنوه اما نمیتونه زنو پیدا کنه، ولی یهو میبینه زن دقیقاً جلوش وایساده و زن توی یه چشم هم زدن کار تکتیرانداز رو تموم میکنه. در همین لحظه مردی بیچاره به هوش میاد و وقتی میفهمه زنش یه قاتل فوق حرفه‌ایه حسابی ناراحت میشه، چون از این به بعد قراره اون ظرفا رو بشوره.